چون اشتباه کردیم که ناشر شدیم. الان یه بحثی مطرح شده، اسمم میگن ناشر از مالیات معاف هستن، ولی وقتی ما میریم برخورد با دارایی میکنیم مالیات‌های سنگینی رو برای ما عمل میکنن. وقتی ازشون میپرسیم میگن این مالیات تکلیفیه، این به اون قضیه ربطی نداره. میگم خب مالیات تکلیفی، من ناشرم دیگه، چند تا تفسیر برای یک ناشر میخوای شما داشته باشی؟ هزینه که به مؤلف پرداخت میشه، هزینه که به چاپخونه، هزینه که به لیتوگراف، صحاف، همه اینها رو من باید در واقع مالیاتش رو پرداخت بکنم و این در واقع واقعا به نظر من یه جفای در حق ناشرای کشور که در ازای اون همه فداکاری، اون همه ایثار، اون همه عمر و زندگیشون رو گذاشتن، تازه باید بیان مالیاتم که یک چیز به اصطلاح قوز بالا قوزه پرداخت بکنن. کی این حرفو میزنه؟ مطلقاً همچین چیزی نیست. مالیاتی که شما کاش که یک سر بزنید به ناشرای دانشگاهی و برگه مالیات هاشون رو دریافت بکنید. من به عنوان یک ناشر دانشگاهی که 2 سال و نیمه که فعالیتم رو شروع کردم، با اینکه بسیار زیاد پیشرفت کردم توی کار خودم و البته این دلیل پیشرفتم هم موضوع عشق و علاقه حساب کنید، من با اینکه 2 سال کارم رو شروع کردم، برای من 1,725,000 تومان مالیات بریده شده. من با سند میتونم خدمتتون ارائه بدم. شخصا به عنوان کسی که به علت یه بیماری که از کودکی داشتم دنبال علت قضایا بگردم نه ظاهر قضایا و کاری ندارم به این که مثلا فلان روزنامه یا فلان مطبوعات یا فلان سخنرانی چه چیزی رو قصد میکنه که به ذهن من بسپره، میرم دنبال مسائل و مسائل برای خودم روشن میخوام بشه. خیلی عجیبه، شما در یک کشوری زندگی میکنید که چیزی قریب 3 تا 4 میلیون دانشجو دارید در عرصه ها و گرایش های کاملا مختلف، علوم انسانی غالبا، و علوم انسانی قاطعانه به کتاب نیاز داره، چون تالیفات علوم انسانی با آموزش های رشته های علوم انسانی در دانشگاه باید تطبیق بکنه. یه زمانی در این کشور مثلا در سال 1335 18-19 میلیون آدم بوده، قبل از انقلاب 31-32 میلیون بوده، حالا 70 چند میلیونیم. در قبل از انقلاب 120,000 تا دانشجو داشتیم، حالا 3 میلیون خورده دانشجو داریم که مثلا میگن 2/3 هم خانوما هستن. این حرفا، این روند رو شما نگاه بکنید، این باید یک نتیجه دنبال خودش داشته باشه که ساده ترینش بالا رفتن تیراژ چاپ تیراژ کتاب باشه، بالا رفتن کتابخوان باشه به طور عموم، چون این دانشجوها گذشته از کتاب‌های درسیشون یک سلسله مطالعات آزاد هم لازم دارن دیگه، چون اگر این سلسله مطالعات آزاد که یا مکمل اون کتاب‌های درسیشونه یا اصلا به طور کلی اون کتاب‌ها رو زیر سوال میبره نداشته باشن، اصلا مدرکشون به چه درد میخوره؟ یعنی یه چیزی رو حفظ کردن، رفتن جواب دادن، یه مدرک گرفتن، بعدم همون حفظیاتشون رفته کنار، همینی که مدرکشون رفته کنار همون حفظیاتشون. عجیبه که از سال 1335 تا به حال دائما تیراژ کتاب رو کم شدنه. یعنی تیراژ 3000 تا که یک زمانی تیراژ عادی بوده برای کتاب ایران، ولی همون موقعش هم خنده‌دار بوده که چجوری در یه سرزمینی مثلا با 35-6 میلیون جمعیت کتاب فقط 3000 تا به طور متوسط تیراژ داره. امروز ما خودمون کتابایی رو که چاپ میکنیم میزنیم 1000-1500 تا تیراژ. خب این یه درده، میدونی، یعنی بیسوادی عام شده، یعنی کتاب ناخونی عام شده. چجور اون خانوم یا اون جوان آقا پسری که داره مثلا جامعه شناسی میخونه در قفسه کتاب خونش مثلا 100 عنوان کارهای تحقیقاتی راجع به جامعه شناسی نداره، فقط کتاب درسی خودشو داره؟ کی اینو به اینجا رسونده؟ نشر ضعیف و علیل.
نشر که نمیتونه هیچ نوع پیوندی با اون دانشجو برقرار بکنه، چون ذخیره ای نداره. اینها بایستی که رسیدگی بشه و در وزارت ارشاد یه حوزه‌ای پیدا بشه که من نمیدونم باید کی بگردونتش، که این حوزه ناشر رو تشویق کنه که بره به سمت کتاب‌های مجدی‌تر، معاصرتر و مربوطتر به دانشگاه‌ها. حتی ممکنه مثلا فرض بگیریم که وزارت ارشاد خودش چنین کتاب‌هایی رو اورجینالاشو وارد بکنه و ناشرین رو تشویق بکنه که این کتاب‌ها رو چاپ بکنید. کتاب‌هایی که در بنیان سالمن و میتونن، آخه این چیزها برنامه ریزی، مدیریت مسائل فرهنگی چیز پیش پا افتاده ای نیست که ما این آقا رو برمیدارن یه مدت اونجا میشینه خداحافظی میکنه میره، یه آقای دیگه میشینه همونجا، هر دوشون هم با اون حوزه کار قریبن. این همون مرگ نشر ایرانه که در واقع اتفاق افتاده، ولی هنوز گاهگدار یه نفس میکشه، یه سرفه‌ای میکنه، یه آهی از نهادش در میاد، ولی پایان نداره. واقعا پایانش همون نابودی مطلق فرهنگ اجتماعیه. اما در ارتباط با تیراژ کتاب، شما میفهمید 1000 تا کتاب، 1000 تا تیراژ داریم ما و چرا تیراژ همون اینقدر کم هستش نسبت به جمعیت 70 میلیونیمون؟ من میگم دوست عزیز، شما خیلی خوشبین هستید. من یه خبر خیلی بدی میخوام بهتون بدم و اونم اینه که الان همون 1000 تا تیراژ رو هم ماها امیدوار نیستیم که کتابمون رو بتونیم بفروشیم. الان سیستم های اومده تحت عنوان سیستم های دیجیتال یا لیتوگرافی و اینها که 100 تا 200 تا 300 تا، من میخوام خبر بدی بهتون بگم، خیلی از همکارای من کتابای 300 تا 400 تا میزنن ولی تیراژ رو مینویسن 1000 تا که آبروریزی نشه. چرا به نظرتون 100 تا میزنن؟ با اینکه خیلی هم اصلا اقتصادی نیست بخواد یه نفر 100 تا بزنه از کتابش، 300 تا بزنه، 200 تا بزنه، ولی مجبوره. اینکه انبارش رو پر نکنه، میدونه چقدر فروش خواهد داشت این کتابش. متوجه هستید؟ همون 100 تا 200 تا رو میزنه که به هر حال امید داشته باشه به فروشش. هم که میفهمید 1000 تا، باز این خودش جای امیدواری هستش. وقتی ناشر امکانات نداره، تیراژ کتابش مجبور بیاد به 1000 تا، به 500 تا برسه و این برای کشور 70 میلیونی ما اصلا برازنده نیست. ما به هر حال آدمایی هستیم در یک کشوری زندگی میکنیم که دارای مدعی تمدن هستیم، مدعی فرهنگ هستیم. علتش چیه واقعا تیراژ کتاب‌های ما؟ من از 5000 کتابای من به 2000 رسیده. آیا واقعا جوانهای ما تو چه فکری هستن؟ اما به نظر من این که مثلا دانشجوهای ما مثلا اهل پژوهش نیستن و اهل تحقیق، بیشتر مثلا به مثلا چجوری بگم، به گذروندن وقتشون تو دانشگاه مشغولن، گذروندن وقت یا بیشتر بحث‌های سیاسی هم آقای کاش بحث‌های سیاسی، آقا من یه روز ای کاش حالا قسمت بشه. خب من حالا ترم بعد شما یه سر بیام دانشگاه، خب دانشگاه هنر، آقا این دانشگاه هنر فقط و فقط خب دختر پسر گوشه ردیف نشستن سیگار میکشن، چرت و پرت میگن، همین خیس میکنن هم دیگر رو با هم. آقا من دیدم، آقا من 2-3 بارم تو دانشگاه داشتن لیله بازی میکردن دانشگاه هنر، یعنی لیله وسط ها بازی‌هایی که من یاد بگیرم در دوران دبستان انجام میده. این فرد بیکاریه. بچه‌ها همش میرن یه گوشه والیبال بازی میکنن، بسکتبال خودشون بازی میکنن. دلیلش چیه؟ دلیلش چجوری عرض کنم بهتون؟ یکی به خاطر این نسل جدیده، یه دلیلش که احساس می‌کنم به خاطر این نسل جدیده که اصلا تو اهل مطالعه است. مثلا من یه بررسی کوتاه انجام دادم، مثلا کتابای یه مدت مثلا مطالعه فلسفه من داشتم، کتاب‌های فلسفه از سال 70 تا 80 این دهه شاید مثلا 18 بار یک کتاب مثلا گرفتم. مثلا یک کتاب مثلا 4 مکالمه مثلا افلاطون، اما از دهه 80 تا الان نهایت 2 بار گرفته شده. یه تفاوت خیلی فاحشی داره تو این رده. مثلا یه سری مثلا خیلی مثلا اهل مطالعه زیادی، یه دلیل مثلا این نسل جدید من فکر کنم باشه که
این سرگرمی‌های جدید، کامپیوترها که مثلا اومده، این مثلا امکانات مثل الان فیسبوک، اینا اصلا ما خواهگاه امکانات اینترنت وایرلس داریم دیگه. بچه‌های ما 24 ساعت پای فیسبوکن، میرن تو بلاگ این واسه اون کامنت میذارن، چیز مسخره میارن اونجا، به این مثلا تیکه میندازن، با اون تو سر کله هم میزنن. این واقعا دلیلش اینه که مثلا این پیشرفت تکنولوژیه که به جای اینکه برن ایبوک دانلود بکنن از اینترنت، میرن فیسبوک. اینجوری من مثلا اینترنت که میرم اصلا من خودم فیسبوک بلاگ ندارم، مثلا خیلی میگن ای نه تو چی نه، مثلا یارو مثلا تو چو سوراخ تپس ببخشید اینجوری دارم حرف میزنم دا خودمونی دیگه. فیسبوک بلاگ ندارم، ترجیح میدم وقتی که بزنم سر اینترنت حداقل مثلا یه کتاب مثل کتاب تخت جمشید اریک اشمیت دانلود بکنم واسه خودم، حداقل این کتاب واسه من یه اسناد مهمی داره که خیلی مهمه. شما اگه از بچه باستان شناسی باشید، من بچه باستان شناسی دوستم، میراث هیچ کدومش کتاب اریک اشمیت اصلا ندیدن رسما. آقا کتاب اولین کتابی که در زمین تخت جمشید به صورت مدون تالیف شده ندیدن. اینا اومدن از من دارن کتاب انگلیسی اریک اشمیت رو دارن میگیرن. این یعنی خیلی فاجعه است. یک حوزه دیگری که باز به نوعی در موضوع کتاب و کتابخوانی در جامعه ایرانی و حتی بیرون از جامعه ایرانی ولی علل خصوص جامعه ایرانی تاثیرگذار بوده در دهه‌های اخیر و به خصوص یکی دو دهه اخیر، در حقیقت افزایش بی‌رویه و بی‌حساب کتاب منابع اطلاعاتی گوناگون یا منابع سرگرم کننده گوناگون برای جامعه ایرانی است. این موضوع البته در سراسر جهان اپیدمیه، ولی در هر جامعه‌ای حسب شرایط خاص اون جامعه شکل و شمایل و تأثیرها و پیامدهاش متفاوت بوده. من به طور خاص راجع به جامعه ایران که خودم شاهد و ناظرش بودم بیشتر سعی می‌کنم تاکید کنم. ما اگه نگاه بکنیم به این یکی دو دهه اخیر، عملاً می‌بینیم که لوازم و وسایل ارتباطی کوچک و بزرگ گوناگون در جامعه ایرانی بسیار توسعه پیدا کرده. مثلا ماهواره، اینترنت، انواع و اقسام شبکه‌های تلویزیونی مختلف با موضوعات مختلف که هر روز بر حجم اونها افزوده میشه، هر روز تنوعشون گسترده‌تر میشه، هر روز دسترسی بهشون سهل الوصول‌تر میشه به دلیل رشد تکنولوژی. انواع و اقسام وسایل ارتباطی از موبایل بگیرین تا اینترنت که انبوهی داده‌های اطلاعاتی در هزاران و میلیون‌ها حوزه مختلف علمی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی رو اینها رو که عمل کنار هم میذاریم، ببینیم که خب